بسم الله. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، یک دقیقه وقت شما را شاید بگیریم و انشاءالله که هم ویدیو را تا آخر گوش کنه و انشاءالله که امیدوار هستیم که همین ویدیو برای شما منفعت برسانه و بعد از همین تماشا کردن همین ویدیو شروع کنیم با خواندن قرآن. یلا بسم الله میریم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، اکوها و دادرها، اپاها و خواهرها و جمله مسلمانان، الله از همه ما و شما راضی باشه. الله سبحانه و تعالی همه گناه های ما و شما را عفو و مغفرت کنه و داخل جنت ممکنه بغیر حساب ولا عذاب. الله سبحانه و تعالی تمام جمله مسلمان ها را، غریبا را، یتیما را، همه جمله مسلمانان را خداوند توفیق بندگی عطا بفرمایه و تمام گناه های ما و شما را عفو و مغفرت کنه و داخل جنت ممکنه همه جمله مسلمانان را. ان شاء الله که شروع میکنیم حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم که عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه البخاري في كتاب التاريخ، في تاريخ الكبير. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: من قرأ حرفا من کتاب الله، هر شخصی که یک حرف میخوانه از کتاب الله، از قرآن، فله به حسنه، برای او شخص از یک حرف خوندگیش برای او یک حسنه هست. والحسنة بعشر امثالها، بس این یک حسنه که الله سبحانه و تعالی برای ما شما میده، این حسنه مبدل به 10 میگرده. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که الف لام میم حرف نیست، ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. یعنی الف خودش یک حرف است و لام خودش یک حرف است و میم خودش یک حرف است. این حدیث امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه. برادران عزیز گرامی قدر، یعنی الف لام میم خود 3 حرف است. هر شخصی که الف لام میم گفت یعنی 30 ثواب گرفت. یعنی ببینید دوستان عزیز و برادران عزیز گرامی قدر که در یک سوره فاتحه چند حرف است؟ 139 حرف. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، ضرب کنید 139 حرف به 10، 1390 حرف می باشه. خوش به حال شخصانی که یعنی نماز میخونند و با غیر نماز همیشه با تلاوت قرآن هستند. یعنی هستن برادران عزیز که روزش 3-4 پاره قرآن رو میخونند، بعضیش میگیم نیم پاره، بعضیش 1 صفحه، بعضیش 3 صفحه. و انشاءالله که امیدوار هستیم که بعد از زمین تماشا کردن همین ویدیو و شما رو شروع میکنین با تلاوت قرآن. که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که قرآن را تلاوت کنین، قرآن را بخونین، بدرستی که این قرآن روز قیامت شفاعتگری ما و شما می باشد. یلا بسم الله با همراه من تکرار میکنیم سوره فاتحه را و انشاءالله که از 1390 ثواب محروم نشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، ببینید که در یک روز ما چند رکعت نماز میخونیم؟ 32 رکعت نماز. خوش به حال شخصانی که مثال نیمه شب میخیزن تهجد میخونن، دست به دعا از الله سبحانه و تعالی یعنی دعا میکنن، طلب میکنن هر آن چیزی که میخواهن. خوش به حال شخصانی که یعنی نماز نافله میخونن، غیری 32 رکعت نمازی که پنجگانه. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، 1390 ضرب کنیم به 32 چند میشود؟ همون را التماس بنویسین در کامنتری چند میشود. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، طلب علم فرض است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که طلب العلم فریضه لكل مسلم و مسلمه، طلب علم کردن فرض هست برای هر یک شخص مسلمان، هم زن باشد و هم مرد. و اون خاطر دوستانی عزیز، برادران عزیز گرامی قدر، فرزندهای خود را یعنی چنان که رسول خدا صلی الله علیه وسلم امر میکند که و امروهم و هم ابناء 7 واضربوهم و هم ابناء 10. یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشان میفرماید که فرزندهای خود را میگه امر کنین با نماز. اونها فرزندهای 7 ساله شما هستند، یعنی از سن 7 سالگی تا سن 10 سالگی امرشان کنین با نماز، یعنی اونها را تعلیم بدین تا سن 10 ساله تا اینکه با نماز عادت کنن. واضربوهم و هم ابناء 10، یعنی فرزندان را بزنین تا اینکه با نماز، یعنی از ترس هراس یعنی با نماز باشن، کودک هستن دیگه. و انشاءالله که یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم هر سخنی که میگوید این سخنها همش حکمت دارند، که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما ينطق عن الهوى، یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم از هوا سخن نمیگوید، این هو الا وحی یوحى، هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای وحی میده همون را برای شما یعنی میرسونه. و اون خاطر دوستان عزیز، برادران عزیز گرامی قدر، رسول خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث میفرماید که بلغوا عنی ولو آیه، برسونین از من حتی یک آیه، یک نشونه را، یعنی هر آن چیزی که مثال از رسول خدا صلی الله علیه وسلم شنیدین، خواندین، همون را با دیگران برسونین. و انشاءالله که به دیگران همین ویدیو را پدیلیت سکنین تا اینکه دیگران خبردار شوند. شاید که انشاءالله که بعد از زمین شنیدن حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم یعنی وقت خود را با تلاوت قرآن ضایع کنن، چه این که مثال با بازی ها و با دیگر کارها، که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیثشون میفرماید که ابی مسعود الانصاری رضی الله عنه میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من دل على خیر فله مثل اجر فاعله، هر شخصی که برای یک کاری خیر دلالتی میکند یعنی ثواب اجر میگیرد به مثل آن شخصی که او را انجام میدهد. برادران از گرامی قدر، و انشاءالله که امیدوار هستیم که همین ویدیو را به دیگران برسانین، و انشاءالله که شخصانی که با همین حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم انجام میدهند با واسطه آن که شما را پدیلیت کردن دیگران یعنی فهمیدن، خبردار شدن، و انشاءالله که شما را نیز مثل همون ثواب میگیرین. یعنی انشاءالله که از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین، همیشه در حقمون دعاگو باشین. و انشاءالله که ما هم نیز دعاگو هستیم. الله سبحانه و تعالی تمام غریب ها و بیمارا را شفای کامل عطا بفرمایه، خصوصا شخصانی که در شهر مسکو هستند. خداوند توفیق بندگی را عطا بفرمایه براشون، و خداوند نگهبانشون باشه که مسکو یعنی از همه خطرناکترین شهر روسیه هسته. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. في امان الله. السلام عليكم. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق
وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه سراب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.